بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. ای خدا، مرا در این روز به واسطه ارتکاب عصیان خوار مساز و به ضربت تازیانه قهرت کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت دور گردان به حق احسان و نعمتهایت ای نهایت آرزوهای مشتاقان.